سلام دوستای عزیز، امید که خوب باشین. خوش آمدین به یک برنامه نو. ما بعد از بسیار مدت‌های طولانی خواستم امروز یک برنامه براتون ثبت کنم. دیگه خدا کنه جور باشین، در کنج دنیا، در گوشه که هستین جور سلامت باشین. دیگه وطنتان تشویق کنین، شیر کنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. هلو تا که براتون برنامه خوب ثبت کنم. دیگه دوستای عزیز، ما از کورس رخصت شدیم، میرم طرف خانه. دیگه منتظر بوس شیشتیم اینجا که بوس بیاید. دیگه باز امروز روز بسیار خوب است، میرم طرف پارک. هوا بسیار خوب است، خدا کنه از هوای خوب شما هم لذت ببرین. دیگه بر شما هم ویدیو میگیرم از پارک، امید که ویدیوی ما را تا آخر ببینین. دیگه بیننده ما باشین دوستای عزیز. دوستای عزیز، بوس ما من آمد بخیر. ما هم طرف خانه میرم، باز بخیر طرف پارک رفتم، به شما هم ویدیو میگیرم. دیگه تا آخر بیننده ما باشین، ببینین من کجا میرم، کدام جایا میرم. دیگه بیننده ما باشین فقط. دوستای عزیز، ما هم لبوس شیشتیم بخیر طرف خانه میرم. دیگه بخیر تو خانه برسم، یک 10 دقیقه راه است. شما میشه برنامه ما را ببینین تا که ما انرژی بگیریم، برنامه خوب بر شما ثبت کنیم. دوستای عزیز، ما هم رسیدم بخیر خانه، از بوس پایین شدم بخیر. آستا میرم طرف خانه. باش که تستیر شام که جا موتر است، موتر نزنه مرا. دیگه ما آستا میرم طرف خانه. سکرین دوستای عزیز، چه هوای مقبوله و چقدر بهار مرا بسیار خوشم میاد، خاطر که بسیار هوای خوبش میباشه و بسیار سرسبزی. من بسیار خوش دارم سرسبزی دوستای عزیز. دیگه اصلا من زمستان خوش ندارم. دیگه ما بخیر رسیدم خانه. آستا میرم یک دم خود راست کنم، باز بخیر ویدیو براتون میگیرم که دیگه چی میکنم، دیگه چی کارا میکنم. دیگه دوستای عزیز، منطقه که ما بسیار منطقه ما خوشم میاد، خانه بسیار مقبول است و بسیار سرسبزی داره، بسیار سرسبزی های مقبول خوش آدم میاد. دیگه همیشه دوستای عزیز ویدیوهای ما رو ببینین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، شیر کنین، کامنت های مقبول به ما ارسال کنین تا برنامه خوبش به شما ثبت کنیم. دوستای عزیز، دیگه شما یگانه کس هستین که من بر شما زحمت میکشم، ویدیو میگیرم در هر حالت که باشم، چی مانده باشم، چی خواب داشته باشم، اما بازم بر شما ویدیو میگیرم تا که شما ویدیوهای ما را سعی کنین تا آخر ببینین. دیگه ما من آستا نزدیک شده میرم طرف خانه. بخیر شما بیننده باشین. اینا دوستای عزیز، امروز ما آمدیم بخیر طرف پارک، قسمت برتان گفته بودم. امروز آمدیم در پارک. امروز دیگه فرصتی سگذره، اما شاید بسانا بیروبار شد. دیگه هوام بسیار گرم است دوستای عزیز، هیچ باور آدم نمیشه که گرم شده باشه. دیگه شما هم بیننده ما باشین تا آخر. برای اشتکا بسیار جای خوب است اینجا دوستای عزیز.
و کلانام خوب است دیگه، اما یک ذره پشه و چیزا بسیار زیاد داره. دوستای عزیز این دوستای عزیز ما هم دیگه بخیر میریم طرف خانه. میله دیگه همه قبض بود به خاطر بسیار گرمی است، گرچه دیگه نفرها هنوز هم است، اما ما میریم بخیر استاس طرف خانه به خاطر که هیچ طاقت نمیشه که دیگه باشیم.